حسین برادر رفتن به جنگ کافر نبود زنش بود، حلقه به گردنش بود. چند شب شده اینجا هستیم؟ 26 میشه. به خاطر این فامیل باید بیدار بمونی. عالیجه چرا آمدین در این 7 شب؟ که زلزله شده مردم میترسن. خب حالا تو از زلزله میترسی؟ بله. حالا از این کمره چرا شرم میکنه؟ به خدا تا حالا کمره ندیدم مسلمان. اینی حالی. حالا ما از کابل آمدیم، خیر پیسه نداریم. بریم با کابل دیگه با پیسه بیاریم با باز بیایم اینجا انرژی برش. میگه تو نیوال ماست بیادر ماستی نیا. خوب عرض. نکنه جوانی. نه دیگه اینجا هتل یا مسافرخانه است که تو خواهو کنم انرژی هم برای تو بدم. یک شکر نه یک شکر پس فکر ما میره به میسون زلزله. مردم حال به این امید است که بگن چی وقت زلزله میشه. پیسه که داده دیگه ما جان خواهم پیدا میکنم که نداده دیگه هیچی. به نام خداوند مهربان. سلام، وقت همه شما بخیر باشه. به این گزارش شما خوش آمدین. ما به شهر هرات هستم، به ولایت زیبای هرات. خوشحال هستم که یک بار دیگه در خدمت شما قرار گرفتیم. موضوع زلزله از چندین روز به این طرف حال و هوای مردم هرات را خیلی بد ساخته. یعنی واقعا مردم از لحاظ روحی و روانی خیلی آسیب دیدن و ما هم خواستم که از طرف شب برای شما گزارش داشته باشم. امی لحظه ساعت 15 کم 8 شب است و ما هم به جاده مقام ولایت هرات هستم. به دلیلی که زیادی از هموطنای ما امی خود زلزله خیلی تاثیر بد کرده بالایشان، خانه های خود را ترک کردن و یک وضعیت کاملا اضطراری آمدن به جاده ها، در پیاده روها، در گلدان های سرک خیمه زدن و همگی امی فامیلم با خود آوردن و در همینجا می باشن. من نمیفهم شبم هم اینجا سپری میکنن یا که پس خانه میرن و نگفته نمانه که زلزله در کابل هم شده 2 بار امروز و 2 بار باز هم در شهر مزار شریف و همینجا که ما هستیم زلزله شده. یک خدایار جان بعضی از دوستای ما به خاطر یک چند دانه لایک و کامنت که ما ایره گله میکنم از پیششان، از هر جای برای ما تماس میگه که وضعیت چگونه است. درست است وضعیت اضطراری است، اما باز یک ذره باید که متوجه باشن که چی نوشته میکنن. بر صورت زیادی از فامیلا و از وطندارای هراتی ما در اینمی جاده هستن آمدن همینجا شب سپری میکنن. بر صورت بیایم امروزشان قصه بکنیم، یک کم از حال هوایشان پرسان بکنیم، کمی دل دیگران جمع شود کمی گزارش ما را میبینن. حتی ما که اینجا میبینم تا کمپل هم خواهردن، از این معلوم میشه که شاید شبم همینجا باشن. شما ببینید این هم کمپل. کاکا سلام علیک، خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ مزاحم نباشم. نه زنده باشم. قربانت. این چیت میشه؟ دخترک نامش چیست؟ نامش میرسنا. چی؟ میرسنا. میرسنا؟ بله. میرسنا؟ خوب هستی؟ بده قلتا یک خنده کو. آفرین. اوی نام خدا، نام خدا. خب میرسنا را بان به حال خودش. امی نام خودت برام بگو. کاکا سلطان احمد. اینا گاز هم اینجا است، چاینک هم است. دیگه کاسه را کجاست؟ حتما دیگه کاسه را آوردی. دیگه کاسه را می‌آوردیم، تقریبا یک هفته میشه که از ولسوالی رو بستنگی آمدیم میگه برته دیگه. خب از کدام ولسوالی؟ ولسوالی رو بستنگی. رباط سنگی. بله. خب یعنی که اونجا هم زلزله شده. بله زلزله شده. دقیقاً تو میفهمی که چقدر خانه اونجا تخریب شد؟ خانه تخریب من تو بشو داخل شده.
حتی به حساب خونه و اکثر خونه لایق شیشتن نیه، قابل شیشتن نیه. خب تخریب نشده ولی قابل بود باش نیست که باز زلزله نشه که چپه شما تو؟ اگه زلزله شد که چپه میشه جان؟ اگه زلزله شد که آور میشه خدا کنه که تو نشه دیگه؟ نشه بلکه خدا. حالا کی با خودت هست در خیمه؟ خیمه همین دخترای خب فامیل مکمل است؟ فامیل مکمل. خب حالا شب هم اینجا می باشین؟ یه هفت روز میشه همینجی باید بریم دور بود. چند شب شده اینجا هستیم؟ تقریبا 8 شب میشه. 8 شب؟ حالا میگن بیخی همین زلزله در این مغز کلگی مانده هیچ همین گپ از همین گم نمیشه؟ گم میشه بعد خدا هرچی که خدا خواسته بده میشه. بازی در یک خیمه کل فامیلی کمپلا چیز بس چیزی بیرو خیلی میشه، چیزی هم داخل کمپلا. باز آلینال هوا سرد شده رفت دیگه باز میاریم از این خونه قابل دوستا میاریم. تشکر بخیر باشی. چای داره؟ نه هنوز چای نگرفتیم. بعد هوا سرد شد با چای میگیریم. صحیح. زود چای بان که گرم باشه. باشه چشم. بخیر باشی. زنده باشی. موفق باشی. بسیار تشکر. خب خیر. اینه معلوم میشه که اینجا هم دیو کاسه کردن. در این سمت هم فامیلا خیلی زیاد از ما لایت و موقع در روشنیش تیز است که حتی کمره رو نمیتونم دیده. خب ما واقعا خیلی ناراحت میشم، جگرم خون میشه به دلیل از اینکه ای کاش ما میفهمیدیم که این زلزله چه وقت میشه. که فامیل ما در خانه می بودیم، هر وقتی که تایمش برای ما معلوم می بود می برآمدیم از خانه باز میگفتیم اینال زلزله میشه. اما هرچی رضای الله باشه همون میشه. بیایم کمی بیشتر بریم به این سمت و برای کسی مزاحمت نکنیم. ما نمیفهم که دایی سلام علیک خوب هستی؟ یا نه که جور است؟ شکر فضل خدا. یک رقم خنک هم خوردی؟ همه خوردگاه خیلی خنک خورده گیره میکنه. خب چرا گریان داره؟ خیلی شوخی کردم اینجا پایم نرم شده خنک هم میخوره. خب ولی شاو دمیم رکشا می باشی؟ نه با داخل خیمه ایم. خیمه داری اوجا؟ خیمه داریم. خب فامیل اوجا است؟ بله خب صحیح. ما گفتم دایی خوی دروازه هم نداره. نه همه خوردگاه زیاد گیره میکرد. از شما چند شو میشه اینجا؟ 4 شو میشه. 4 شو میشه. حالا اگر در خانه باشه نمیشه؟ نه دیگه پریشانیه بالاخره هم میته. باول و ترسین. من تا یک تعداد دیگه خود خانه هست. یک اندازه هستم داخل نقضی خونه نا زمینه دیگه با بیرون میشم از ما باز داخل کوچه های جا زمین نبوده. خب تنها از طرف شب میباشی از طرف روز؟ نه از روز هم هستی. از روز هم؟ روز هم هستی. خب اینال مقصد هوا سرد میشه رقمی اونو چوچه کسایی که اینال مریض نشه. خب بالاخره این پریشانی هم چند شب تیر میکنه خداوند کمک کنه بخیر. بریم ما خونه دیگه. تشکر بیا توکل ما به خدا. حال چیزی که آمده دیگه. هر چی خواست خدا باشه. خیلی بینید تشکر زنده. بخیر باشید. بسیار تشکر. یک چیز دیگه هم فراموشم نشه که امی یک شب و یک روز میشه که یک طوفان و شمال بسیار خطرناک دمی خود قلب مرکز هرات همچنان بود که در فیسبوک شما عکسایشان دیدین. خب یک دختر قندول و بسیار باجرت اینجا پیدا شد و که باید امروز کم گپ بزنیم. اول من این نامش پرسان بکنم، زیاد گپا به گفتن داره. نامک چیست؟ سحر. سحر جان. سحر مکتب میری؟ بله. خب حال تو را خونه کم گرفته؟ بله. اگر نه خونه صحیح جاکت پوشیدی؟ خب چند شب از هیچ هستین سحر جان؟ 7 شب میشه. 7 شب میشه. خب حالیجا چرا آمدین در این 7 شب؟ که زلزله شده مردم میترسن. خب حال تو از زلزله میترسی؟ بله.
قضیات خو خطرناک نیست. امین تسر ما امین خونا چپه میشه تسر آدم. خانه چپه میشه دستر آدم. بله. نه دیگه خب بازه قدر خانه خب بازو خانه‌ای که گیلی باشه دیگه. کل خانه خب گیلی نیست دیگه. حالا خانه شما در کجاست در ایران؟ خود ما کوچه میشونیا. کوچه کجا؟ میشونیا. خب ما اونجا ندیدیم، من خب بلد نیستم. اینا لیره بگو که خانه شما گیلی است یا از سمت و گادر و آهی چی است؟ چرا رقم است؟ میفهمی؟ سمت. خب گیلی خو نیست. اینا خیلی دیگه چرا تشویش داری؟ اینا رو بگه زلزله نمیترسن. نمیترسم. آفرین اینا رو صحیح شد. خب از زلزله نترسی. باش. حالا باز اینجا دیگه مامیجا پخته میکنی خودت؟ مادرم پخته میکنه. خب مادر پخته میکنی. بله. مادر تمیشه هست؟ بله. امینا مادر هست؟ نانا جان. خب بیبی تمیشه. بله. ما خب بیبی میگیم. از تو نانا جانت میگی. تو نانا جان میگی، مردم رات باز نانا جان میگن. ما بیبی میگیم. خب نام خدا سر یک دختر بسیار باجرت است. مقصد نترسی. زلزله خداوند خودش میفهمه که چی وقت زلزله شد چی وقت نشه. خب حال کدام توفه داری برام؟ توفه نداری؟ کدام شعر میخوانی برام؟ بگی یک شعر برام بخوانی. نه یک رقم خونک گرفته سر جان. آفرین. اینگه کمین خو میبره. یمیال خو است قندولک. خب سر کدام توفه نداری برام؟ نوما خداوند بگو که خواستی که زلزله هم نشه. شعر؟ بخون. حسین برادر رفتن به جنگ کافر نبود زنش بود حلقه به گردنش بود بالا چی آمد صدای شمشیر آمد حسین کشته شد به زیر خاک رفته شد. آفرین اینا چه خوب یک شعر برام خواندی. تشکر سر. کدام گفتگی داری برام؟ نه خیر. بسیار تشکر از کلتان. همراه مادر کمی گپ بزنم. شما خوب هستین؟ تشکر زنده باشین. صحت شما خوب است؟ تشکر زنده باشین. بخیر باشین. در ایران زندگی میکنید؟ بله در ایران زندگی. چند سال از ایران زندگی میکنید؟ ما از اون خردکی تا زندگی میکنیم. خب یعنی همینجا هست بود همینجا شده. دم قدر وقت اینما تو یک وحشت و ترس و اینا به خاطر زلزله دمی شهر هرات تا بوده در گذشته یا این اولین بار است؟ بله اولین بار. بله. هیچ بار قسم نکردن که در گذشته بوده؟ نه نگفتم. ما چند وقت بیشتر دیگه 10 سال 15 سال پیش با شد زلزله این رقم نشده. یک کم تکون داد یک روز دیگه برفتم شد. دمی چند روز چند دفعه زلزله شده در هرات؟ شما حساب گرفتین؟ یک روز 5 بار بشد. در یک روز تا 5 بار هم زلزله شد. 5 بار هم زلزله شد. کی بی پیشینه بوده؟ به خدا. خانه‌های شما را چیزی را خود ننداخته که معده کده باشه شکسته باشه؟ نه شکر نه. برو شکر که کسی آسیب ندیده و گار نشده. نه شکر خدا هیچ کار نشد. بیرون شدیم از خانه خدا بیامدیم بیرون. از اون شنبه تا حال ما اینجا. از اون شنبه هفته گذشته تا بعد. بله صبح رفتیم خانه خبری بگیریم پس بیایم. فقط یک میرین خانه خبر میگیرین باز دوباره پس میاین دمی پارک دیگه. بله با این پارکم دیگه افشو شده چیکار کنیم؟ افشو. بله. حالا باز دیگ کردن و مصرف کلش هم همینجاست؟ بله همینجا دیگ میکنیم. اولاد داریم دیگه نواسط داریم. 5 فامیلیم یک جاییم. 5 خیمه هم داریم. همینجا دیگ پخته میکنیم بعض روز شب هم از بازار میگیریم. صحیح. یعنی اگر من پیشترم پرسان کردم که اگر به خانه باشین حالا خب زلزله هر لحظه و هر دقیقه که شوخ از جانب پروردگار است ما نمیفهمیم که چی وقت زلزله میشه. یعنی میگم از این وضعیت که در خانه بهتر نیست؟ بهتر است که باز حفاظت از می اولادا و خود ما فرضه باید حفاظت خور بگیریم. یعنی یک ترس در ذهن کل کسی نمیتونه که بگه این ساعت میشه یا این دم میشه. با خود ما جلوتر آمدگی خوب بگیریم. بسیار تشکر. یعنی کامره تلویزیون آریانا در خدمتتان است اگر کدام گفتن. تشکر از شما و از کامرا و از همه چیز از این برادرها و از شما هم میگیم. ما از کابل به خاطر احترام به خاطر اینکه
همدلی کرده باشیم، به خاطر از اینکه احترام کرده باشیم به مردم هرات و اینکه خبرشان بگیریم. خاص به مو خاطر آمدیم. تشکر از شما، از همگی. بسیار تشکر. بخیر باشین. انشالله که بخیر زود به طرف خانهایتان برین، همین تشویش حل شود. غیر دعا خود دیگه کدام رای حل کاری نداریم، نماز بخونیم، دعا بکنیم، خداوند بلکه بلا رو بگرداند. بسیار تشکر. تشکر. بخیر باشین. سر خداحافظ. خداحافظ. تشویش نکنی، این گپا خلاص میشه. خب باش. بچه شما هم تشویش نکنید. صحیح است؟ خداحافظ تا. خداحافظ. خداحافظ. بخیر باش. طرف بای بای کنی. آفرین. اینمی جمع که میبینین اینا همشان گزارش های مرا میبینن. به نمایندگی از مردم هرات امیاد اینجا هستن. گفتیم بیاییم یک دقیقه قسم بکنیم و یک دقیقه تصویرم باشن که باز نگوین که اینجا آمد و ما را تصویر ما را نشر نکرد. به خاطر از اینکه تعداد زیاد است، از یک طرف مردم هم در اینجا از لحاظ روحی و روانی آسیب دیدن، خوب نیستن. من هم خواستم که یک دقیقه بر از اینا هم تفریح شوه، یک دقیقه فکرشان دیگه شوه، یک دقیقه با هم باشیم. این حال رفیقا و بزرگایی که در اینجا هست، ما مجبور هستم یک هر سوال ما کلی پرسان بکنم و ببینم که گپ چی رقم است. همین واقعیت خدایی و راستیش، همین گزارش های ما را اگر میبینین از ما را همین دستایتان بلند کنین. بله میبینین. اگر نه که نمیبینین، دروغ مقصد دروغ نگوین که من گناهگار نشم. چه وقت نمیبینین؟ شبکه برق نداشته باشه. شبکه برق نداشته یا کدام مصرفیات دیگه باشه، هر شب میبینید. خدا کمتان نکنه. حالا کلگی اینجا خیمه داره، از خانه برآمده یا در بین شما کسایی هم هستن که در بین شما کی است که در خانه شب هستن نامده اینجا خیمه نداره؟ کسی هست؟ کلگی اینجا هست، هیچ کس به خانه نیست. یک کمک باش که ما پیش سر بیایم که پیش آمدیم زیاد. خب کلگی اینجا خیمه داره؟ کلگی اینجا خیمه دارم، هیچ کس به خانه نیست. حتی دیشب من رفتم خانه، من اثر که با خانه برم نشد. خانه هست زیاد گرد و خاک بود، هیچ باد بود، طوفان بود، نمیشد خانه بریم. کلگی اینجا دیرتر هنوز زمین تو سرک بند میشه، کل این فامیلا میام اینجا خیمه تا میکنن. صحیح. باز یک کار دیگه کنین، به خاطر از اینکه فکرتان دیگه شوه، با هم بشینین یک دقیقه قصه کنین که دیگرها هم فکرش یک ذره دیگه شوه. به خاطر که حالا به هر کس نام هرات که میگیری یک رقم طوفان، خاکباد، سیل میگم، زلزله، یک همی سیل مانده. توتیگر زیاده، یک میگه نورش تا، یک میگه درش تا، بسیار مردم از راز روی و روانی بسیار پریشان ساختن. آره یعنی هر رقم خبر نشر میکنن. نه هر کس یک چیز میگه، معلوم نیست که کدام گپ راست است. حتی می کسی که پیش بینی کرده گپ از اوی چیز فعلا نادیده گرفته شده. این رقم گپ است. نه قربانتان. این چی کم تازه رسیده. سلام. خوب هستی؟ شما خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خوبه. تشکر. سلام. این چی تون میشه؟ این دختر بوده. دخترتون؟ بله. خب اگر دیگه وقتی یار از خانم نمیکشیدین، حالا که به خاطر زلزله اینو تو با این تفلک‌ها یک ذره چکر خو میخوره، یک ذره هوای تازه خو میگیره، نه؟ یک تفریح خو میشه برشه. بله. اینا میگن هر چیزی یک گپی هست. خیری است. بله. خب بفرمایید سوال کنیم که ما هم جواب شما رو بدیم. یک قاسطاست و نرم گپ میزنی خل نکدی؟ نه واقعیت بگین دوستش میشه به خاطر همین فامیل باید بیدار بمونی. حتی ولک ما خویچ ما خواهد اگر کدوم ما و شما میتونیم به هر جا که بریم، ولک کلن تشویش به خاطر فامیله. ما خواهد یعنی دوستش خواهم نکردم گفتن شما اگر من 100 خواب شده باشم و هم بیشتر تشویش نکنین دیگه. خب نمیشه. نولا فقط یک دلجمعی امارت اسلامی برای ما داده، همین خوبه. یعنی واقعیت میخوا خدا از اینا راضی باشه. همین وقتی که ولک ما کلن اینجا آمادیم از روی مجبوری. خانه ما اگر به امنیت ولک نمی بود، اگر چی نمی بود، حتی نفر حاضر بود که به زیر همین زلزله کشته شه و خانه خوبا مانه، چون هر چی که داره به مو خانه اینه. الحمدلله که تا فعلا امنیت برقراره. تمام همین شهر
خونه کسی نیه و تا حالا نشنیدیم که ما یک سر سوزن گم شه و زمانی که گفته شما خونه خو بیرون شیم من آم و تام ضمانت میکنم که امی خانه شما پس امی تا که در غلف کردیم خود شما هم در غلف دیگه فعلا میبینیم که مردم همه از لحاظ روی جسمی دیگه امی تفلکای خورد که میبینیم روی اینا اصلا تغییر کرده. یک برارزاده ما داریم که اصلا میگن وقتی که زلزله میشه هم کلونا هم که میجم امی اسم زلزله میبشنوه امی لبازی هم حتی سیاه میشه کودک طفله و دیگه یعنی فکر نکنم تا 5 سال 10 سال دیگه او بال بیای تا از اوی همین خاطره بعد از فکری او بره. بسیار تشکر. دیگه ما فقط خدا رحم کنه. خوش باشیم. فقط هم سر از اینمی داشتم برای همی ما جامعه ما خیلی فقر و بیچارگی زیاده. فقط یک خواسته از سازمان یا کلا نمی جهان نمی کشورهایی که با ما همدردی میکنن دیگه میکنن یک کمکی ولی بالاخره باید ما هم باشیم دیگه. اونم همدردی خور نشوندم اینجا همکاری خور نشوندم همین کسایی که مسلمانا کلا خونه خورده است دادم حتی توان حاضر ندارم که یک خیمه بگیرن داخل هم سرخ خوشن دیگه. ما هم خواسته ما شخصا چون به خاطر از اونا که یعنی خدا به اونا رحم کنه یعنی ویدیویی که ما از اونا سعی میکنم چون نرفتم یعنی دل میبیخی از زمین زنده هر چی که جوان حالا اگه اینجا میبینیم از من خودتر از نسل آینده یعنی باور به خدا کنیم که بیخی از زندگی خسته شده. به خاطر چی؟ به خاطر می فقر و بیچارگی. خب حالا فراتر از او موضوع زلزله ذهن‌ها را خراب ساخته کوشش کنین که امی گپایی را که برای ما گفتیم یک مقدار گپا را برای دیگران بفهمانین که ذهنشان خوب شه. بسیار تشکر. تشکر از همتون. بخیر باشین. یک کمک جمع‌تر بیاین اونجا کمره است همتون در تصویر بیاین فقط امی دیگران را در چهار طرف تان انگیزه بتین که فکرایشان خوب شوه و ای ما گفتم که اگر این زلزله از طرف یک کس می بود می رفتیم که تشکل ما دست جمعی جنگ میکردیم ولی خداوند ما را هست کرده خودش میفهمه چه وقت زلزله کنه چه وقت زلزله وزیر بگیره. بسیار تشکر. اون طرف یک دستایتان بلند بکنین همتون. تشکر. السلام علیکم. سلام علیکم. چه حال داری برادر؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی جانک جو؟ ما گفتم من دیوالا تا ببینم ما رفت چرا فرار کرد میاد پس. فرار کرد. چرا فرار کرد؟ خجالت میکشه. نه که تو والا. چرا خجالت بکشه؟ ما چون دیگه طول مصاحبه نکرده خجالت میکشه. خب ما باز در کابل کسی را که میگیم خجالت بکش باز دیگر رقم است. شما یعنی شرمش میاد. شما شرمش میاد. اینال ما دیگر ماش خجالت بکش دیگر کسی میگیم مثل یک آدم یک کار خراب کنه بگیم خجالت بکش. ما گفتم کدام کار خراب کنه کردم. نه میشرم. خب این فرق بین گپ ما و شما کابلیا و راتی اینما قصد. یعنی هدفت شرمنده بود. شرمنده بود خیلی. حالا از این کامرا چرا شرم کنه؟ با خدا تا حالا کامرا ندیدم سلمان. اینی اولین باره. پی نمیشه. باش حالا من میرم پیشان اگر برم پیش نگو باز کت موتور فرار. نه شرم بیا. نه. خیلی از اموج صدا کوک صدایت خوب بیاید. میگه چی گفتی امیاله؟ میگه تو دیوال ماست بیادر ماستی نیا. خب به هر صورت نامت نگفتی. به نام خدا عبدالحکیم پهلوان یکی باشنده شهر ایران. عبدالحکیم پهلوان دهی نمیشه زندگی میکنید در ایران. خب بیادر دمی چند شب است که مردم از امی نام را تکمیتی تشویش سراپا تشویش در فیسبوک تشویش در یوتیوب تشویش در صفحات اجتماعی در کل در اینستاگرام تشویش خودت خندروی دیدم ما از ایران. اینا یک چند کلمه برای این مردم بگو من خواهی نمت یک آدم خندروی آل دیدم این میال این امرویش سر خوردم. با خدا اگر را صبرسان کنیم اگر زلزله اگر سیل اگر طوفان هر چیز هست بخشش باشه ما کمی گرم سرد هستم. مردی ما یکی شده آفت عذاب الهیه
برسیدیم اگر به نظر ما ده اگر انسان ها اعمال خود خوب کنه. به زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زلزله شده بود. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حدیث شریفه که دست خود بروی زمین گذاشت گفت آرام باش که امتیام انشالله برای راسته هم راسته تر میشه. به زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زلزله شده بود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مردم جمع کرد چردیبر برای اینا گفته که گناه زیاد شده با داخل شهر با داخل اطراف. اگر توبه میکشین خوب اگر توبه نمیکشین که من هم شهر اله میدم هم امیرالمومنین بود از او هم استعفا میدم منظور از این که من میرم دیگه. باز مردم به همین حساب توبه کشید انشالله گم شد دیگه. همین حساب به نظر ما بیشک عین من دیوال صدا داره میگه در جگر جان پهلوان جان زیاد دوستام دارم. خب گپی هست که شکر که بیادر خوش میبینیم. ما خوشیم انشالله. این حساب خو ما هم تشویش داشتیم، فامیل تشویش، این مسلمان ها همه به تشویشه. همین 3 روز به دشت کازرگاه شریف نماز حاجت نیایش برگزار میشه. میگم این 3 روز که ما رفته انشالله همین علما که گپ زدم و دعای که شد غیری و زهری پیش خداوند که شد انشالله از امروز چهارشنبه تا به همین ساعت که نه زلزله شد نه تکان خورد زمین نه دگه شد انشالله گم میشه. توکل 2 بار شده. 2 بار ما خو واقعیت نفهمیدیم. کجا بودی که نفهمیدیم؟ ما داخل شهر بودیم. کجا خالچه ما از خانه فامیل ناورتید بیرون؟ نه واقعیت از ما پرسان کنه خانه اولی کمی کلانتر است با داخل ما اولی زندگی میکنه. خوش در اولی داخل اولی داخل زمین داخل آپارتمانی من بیریم یک باغچه یک 7-8 خونه فامیل میمان از دیگه جمع آدم اینجا هستن. به می کل اگه یک کلمه بگو که از هرات که تو دلشان جمع شد. ان شاء الله هیچ گپی نیه، توکل به خدا میکنیم. زلزله هم خدا پیدا کرده، ما و شما هم پیدا کرده. زلزله دیوال یک هست، کوی هست، آسمان هست، هر چیزی هست مخلوق خداونده، به امر خداونده. ان شاء الله یگانه راه اینه که به خدا رجوع کنیم. بیشک خدا میره. والا تو آدم بسیار خوشخوی هستی. کدام کشری هم اونجا نمیدی ما را ما خوبه جان کچری به شما بدم که اینجا شما گلشه شما برشی میمانه ماشه. خدا راستی رنج کده ما این در کابل بالاخره دل ما را طاقت نکرد آمدیم. ما میخواهیم که همه رنجای مردم ما اول گم میشه و بعد از او باز از ما گم شه. راست میگه. بریم شو میمانه ماشیم شوی سردم است ان شاء الله جا گرمی هم داره. توکل به خدا. برو باز شماره تا میگیریم زنگ. با خدا رسیدی. برو بخیر. بریم بخیر. تشکر. بخیر باش. برای ما از امی خیمه ها یک گلاس چای هم دادن، خدا خیرشان بده. ما در اول گزارشم با خود تصمیم گرفتم که کم کوشش میکنم اگر زیاد نشد روان مردم ما در اینجا خوب نیست، کوشش میکنیم کم شوخ‌طبع با او صحبت بکنیم تا فکرشان یک چند دقیقه دیگه شوه. در این سمت هم خیمه ها زیاد هستن، اما به دلیل از اینکه بر کس مزاحمت نکنیم زیاد از هموطنای ما تقاضایشانی است که باید همراهشان صحبت بکنیم. خیلی گپا به گفتن داره، اما اتفاقاتی که رخ داده، زلزله شده، ترسیدن، از زلزله فرار کردن از داخل خانه، گفتن باش در یک جای بریم که زیر گل خشت و سنگ نشیم، زیر دیوار نشیم. دیگه به هر صورتش یعنی خدا کنه که این طرف نره موضوعات که ما با خنده با لبان پر از خنده گپ میزنم با وطندارای ما. خدا کنه که گپای ما را سمت و سو نتین، صرف به خاطر از اینکه روان مردم ما خوب نیست. من میخوام چند دقیقه فکرشان دیگه شوه. سلام علیکم، خوب هستین؟ این ما خو یک گلاس چای مرا دادن، اگه میگین میره با شما میتونم. السلام علیکم. السلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خوب است، بخیر هستین؟ خیرت است ان شاء الله. همین تخلص مرا که میفهمیم حتما گزارش ها را میگوییم. هر شب اگه یگان شب خطا بخوره دیگه هر شب ما چون که از کابل هستم ما خودم از ولایت کابل هستم. دیگه اسم من ذکریا جلال است. دیگه فعلا 20 سال از هرات زندگی میکنیم. دیگه خوش آمدی امیری صاحب بشار زلزله زده هرات. والا مرا خیلی کسا میگدد یک وقت آمدی که میگه کلگی جگر خون که تو را چکر میبردیم تفریح میکردیم.
ما گفتم بیادر امی که مردم ما تشویش دور شوه و ما چکر تفرست دیگه اگه پیش از زلزله می آمدی واقعیت قدر عزتتان کردم این میالم قدر عزت ما شده این می آغوش بازت هم چیز است دیگه حالا فعلا امیری صاحب ببینه که کل مردم به مالت جان خود است چون که شهر هرات ما زلزله زده شد چقدر شهیدا دادیم زخمی ها دادیم در غوریان زنده جان همطور است در ولایت ها همین چند روز بسیار سخت تیر شد یعنی باور کن امروز ششم روز است دیگه در 6 روز این همه مردم که میبینید این همه بدون از این دیگه جهان پر است تخت سفر باغ ملت توی برو همه جا پر است کل نارام است کل تو رشای عصبی از یا بخی ضعیف شد حالا هرچی ما کوشش کردم در گزارشم که یک چند دقیقه وطندارای ما شوخی کنم که من فکرشان دیگه شد فقط امی خدا مدافع دیگه مگم بازم مو شما می فعلا حاضر صد شوخی و خندام کنیم یک شکر پس فکر ما میره به میسون زلزله مردم حال به این امید است که بگن چی وقت زلزله میشه ما در این فکر حال غرق هستیم همین فعلا حاضر ما خانه خود ما بشار است بشار ایرات است مالی مشمونی ها میگن اونجاست دیگه می فعلا حاضر ما از خانه آمدم هم بریم بچه ها غذا جور کردیم آوردیم آمدیم مگم فکر ما در خانه هم که بودیم دل ما بلرزه بود که حال زلزله میشه دمی چند دفعه زلزله شد چند دفعه فرار کردی در کجا بودی؟ یک بار دوباره زلزله شدید امر 3 بارش به خانه بودم امی روز آخر زلزله شدید روز چهارشنبه بود چهارشنبه که 5 صبح شد دیگه اونو واده به ما سخت تمام شد که ما یک بچگه که نابینا دارم به سرکش تومور است که ما خیز زده میره گرفتیم یام افتاد ما به سر ازی افتادم تا کمرم همه شد دیگه تا بیرون اولی بر آمدیم یعنی باور کو که این بچگه که ما 4 دفعه افتاد نوشک دیگه اون روز به ما خیلی سخت تمام شد بسیار تکان خطرناک دادن ما خو زمان کابل بودیم گفتن بسیار خطرناک تکان دادی جره بله همه بود مقصدم 5 صبح بسیار خطرناک بود به ما اگر نیم دوباره دیگه از اینا ما به خانه بودم دیگه باز مجبور شدیم که دیگه آمدیم نیستیم دیگه بخاطر این نواسه است این نواسه است مال خدا دیگه کام نواسه است بچه است خب بچه کلانو مثلا اینا صاحب کواسام شدیم دیگه کواسه خو نجیم خاچه این بخیر چقدر وقت ماند یعنی اگر زن بتنشه 1 سال اگر زن نتنشه 3 4 5 سال نواسه خو مغز بادام است باز کواسه مغز چی والا نه خونه خاطر از خود ما شما مردم کابل که یک چیز داریم یعنی مغز بادام و پوست بادام داریم همین دختری که هست میگن پوست بادام است بچگی مغز بادام است در لب قول ما و شما مردم کابل صحیح باز این دیگه چی میشه کدام آخرش دیگه با میره دیگه درد خود هر لخه کم تیر میشه خدا همیشه نواسه یه تو 5 دقیقه دور نیست وای نام خدا چقدر خندوله عجیب خدا کنه که امیال که خنده کردی نمی خنده همیشه تا دائم با تشویش دور باشه همین تشویش دور باشه به خدا گفتم همین مسلمان ها همگی سکنید نمیجه همین منطقه را دیگه جایبان این پیشوری ولایت است که ما قدر نفر از دیگه جا هم خوبی حساب نمیشه مرا یک چیزی که خوشم آمد در اینجا که این مردم هرات ما خود کابل زندگی میکنیم چقدر صمیمیت و محبت دارن که این یک پرده میزنن خیمه میارن با هم هستن هیچ کدام موضوع کدام ترس کدام تشویش بدون زلزله زدگی هست خیال زلزله است بدون از که ما فرض مثال یک میله میریم به یک طرف کارا یک جای یک باغ شاخه ببینید که فامیلا پولو هم شیشتن دیگه بین ما مردم فعلا در ایران دیگر نیست که والا تو چرا خیمه تا پولی من موندی من اینجا چرا هستم والا سیاست تو سیاست من گپو نیست چون که به میله آمدیم خدا خیر سلامت باشید جمعتان همیشه جمع باشه منتها خوش به این میشم که با فامیل خانه باشید سلامت باشید انشالله که غمای آخر باشه سلامت باشه
و تمام جهان افغانستان. بفرمایید شما کدوم. بسیار تشکر. خدا چیزی خدا واسه از خانه آوردیم. قربانتان. با عزت باشید. سلامت باشید. تشکر. امان خدا. بسیار تشکر. خداحافظ. خداحافظ. بخیر باشید. ما فکر کردم که شاید کدام انرژی خاص باشه در یخچال، اما پرسان میکنیم که چی است، متابال ندیدیم. گپی است که اینمی فامیلایی که به خاطر زلزله از خانهایشان برآمدن خیمه زدن در این پارک ها و سرک ها هستن، باز به اینمی لالاوک هم زیاد فایده رساندن. این که در چی است، باز ما پرسان میکنیم که چی فایده رساندن، مقصد کدام چیز دینمی سودا میکنه. جور هستی؟ شکر زنده باشی. نام چیست؟ سمه. سمه. خب آلدهی چی است؟ انرژی است. انرژی؟ چند رقم انرژی؟ هر رقم انرژی است. خب مثلا هر رقم که مخواسته باشیم است. خب هر شای داره. خب حالا با پیسه است یا تو مفت؟ پیسه دیگه. حالا ما از کابل آمدیم، خیر پیسه نداریم. بریم با کابل دیگه با پیسه بیاریم، باز بیایم اینجا انرژی برش. حالا ما این بریم کابل، باز از کابل پیسه بیاریم. که وقت که قیمتش میکنه پیسه رو بغض قیمت کن بعد برو. نکن جوانی. نه دیگه اینجا هتله یا مسافرخانه است که تو خواهو کنم انرژی هم برای تو بدم. حالا ما هم یک تا انرژی حق نداریم سر. نه نه. چرا نه؟ نداریم دیگه، اگه داشتیم میدادیم. بابا چه تو پیسه نداری؟ تو پیسه نداری؟ 5 روپیه دار. جوش 5 رفیقی هم برای شما میدیم اگه داشته باشیم. جوش 5 روپیه داری؟ دیگه یک دانه بته که مشکل قدر که از دیگه پیسه گرفتی از ما نگی. جو 5 رفیقی جوش میدم ولی. نه 5 روپیه هم گمش که بان که کرای رای ما شوه. دیگه اگه تایرا مردیم با چی؟ تایرا مردیم اگه گرسنگی چی؟ اگه مردیم دیگه خدا ببخشید. خوب دیگه انرژی هم نه خود اگه که مردی. تو میموری انرژی چی مایی؟ ولی میمان نوازی نمیکنی میمان که میمان نوازی میکنیم ولی رقم میمان نوازی نه. یعنی مفت میمان نوازی نمیکنی؟ اگه برای شما میمان نوازی کنیم مفت یک دانه بدیم خوی برادران گله میکنه میگه که چقدر نوجوان است برای ازیدات برای ما نداره. دیگه یک میمان نوازی که بکلگی بکل دیگه مگر یخچال بایدم دست شما برای من جگا خودی هم تقسیم کنیم برای خود. ما دیگه میرم خونه. جان قند چطور شد که از هرات سر کشیده؟ السلام علیکم، بخیر هستین؟ صحت شما خوب؟ خیر جان خیر هستین؟ قربانتون. باز نگوین که راد نمیم. نه والا میگه روز دوست را در روز بعد بیازمای نه. خدا روز بعد خود نبیاره، خود فعلا نمیت یک حالت آمده. بیا خیر. نه انشالله که بهتر شده، رو امیروان مردم هم بهتر شده. میرم که دیدم امشب. در پهلوی از این که اندوه و غم بود یک تفریح هم شد دیگه. از خانه بر آمد کلم رنج و چیزی که در دل داشت رنجشان یک ذره گل شد. شما یک لطف کنید در این پارک ترقی یک سر بزنید، سعی کنید یگان مشکلات ها در اوج هست نمیره اگر تا گوش مسئولین برسانید. حتما کار خدمت نیست. قربان لطفتان. خوش آمدین به ایران، زنده باشید، آرام باشید. تشکر. حالا خلاصه گمش که یک کلمه بگو، مفت میتی از اینمی انرژی؟ نه نمیدم. هیچ امکان نداره؟ نه. بازور میگیرید؟ بازور؟ مرد نمیبینم باز. با مرد نمیبینم. باور که میگیرم. اگه تو گرفتی ما برای تو یخچال هم میدم. صحیح؟ قول میدی؟ تو نه خال یک دقیقه قول تبان خیره نه دسته میگیرم قول تا. تو بدماشی میکنی؟ نه دیگه انرژی مفت نمیشه. خیلی مردم برای این مردم هم نمیتی یک تا؟ برای مردم اگه قبول کنم برای یکی میدم، با نه که با همه بگه برای ما هم بدی دیگه. بیا دیگه عزیز یاد آزارت نمیتیم، یک بغل کشی میکنیم و آشتی میکنیم. صحیح؟ بچه بسیار خوشتب از بت قولت اونجا کلگی میبینید. خب تصویرت میبینه. مکتب میخونی؟ کاروبارت خوب است؟
خدا را شکر. خدا را شکر. این شب که مردم ماهیج از بازیاتر فایده تو میشه. فایده اما ترس نه. این حاله این میشه هر کس که انرژی میخوره از طرف ما برش بده تقسیم کن. لالای دست هیست. حال نگویی که نمیته پیسه میتم. چپ چپ سعی نکن. نه دیگه ما پیسه که یک داده خنده هم بگو تصویر تره. پیسه که داده دیگه ما جون خواهم پیدا میکنم که نداده دیگه هیچ. بخیر باشی بخیر باشی. یعنی میشه میمانم از بته نیاره یک دانه چی میخوره بته نه بسیار تشکر. واقعا ما در ختم گزارش یک ذره دلم روشن شد. مردم ما را خوشحال دیدم. در اول گزارش گرفته بودم. واقعا ما همیال خیلی خوشحال هستم که حداقل بعضی آدمای تبخوش هم در پهلوی بعضی کسایی که روانش خراب بود پیدا کردیم، همراهشان قصه کردیم. اینی جمع را که میبینین اونو کاکایی که دونو اول استاد است، میمون نواز اینمی هرات است، اینمی در جمع ما آمد استاد شد. در پهلویش یک همکار ما است از زمین ولایت، در پهلویش نادر جان همکار ما است در می ولایت است، در پهلویش این طرف باز امروز یک قسم میکنم با نمایندگی کلگی خیر داخل گلنواز شیوانی یک آدم بسیار تفخوش است. اینی بیادرم هم نامش نمیفهم. شهرام نبیزاد. نبیزاده. همکارا و رفیقایی که در اینجا با ما همکار هستن هم اینجا می باشن. خدا کنن که ما خسته نشده باشن. دیگه گزارش ما به پایان رسیده. فقط در آخر گپ های اینمی بزرگوارم می داشته باشیم که یکی از جوانای بسیار فعال هرات هستن. خسته نباشید. خواهش میکنم امیر صاحب، اول بر شما سلام. قدم رنجه کردین از ولایت کابل اینجا آمدین در قدر راه سخت و ما از امیر صاحب یک تشکری خاص میکنیم چون اینا دیروز رفتن زندجان، امروز هم فکر کنم رفته بودن بسیار ذله و خسته به خاطر از اینکه بتانن از اون کسایی که در اونجا هستن مشکلاتشان یا گپ کس از اونجا بیارن و اینا متاسفانه دیروز فکر کنم رفتن و بسیار باد و چیزا بود، بسیار به سختی پس آمدن و امروز هم رفتن هم زحمت خود کشیدن و تشکری از این میکنیم که آمدن اینقدر راه و ما خب همون چیزی که در توان ما بود بندگی تو کوشش کردیم که بتانیم یک خدمت برای امیر صاحب بکنیم و کار اصلی را اینا کردن چون از اون قدر راه دور با یک مشکلات آمدن و همچنان کامرمین عزیز رشاد جان که اینا همیشه در پشت کامرا هستن، در کامرا دیده نمیشه و همچنان در آخر یک تشکری خاص میکنیم از بنیاد بیات و همچنان شرکت افغان بیسیم با مدیریت حاجی صاحب اسماعیل که اینا مدت 6 روز میشه که بر تمام کسایی که آسیب دیده بودن نان و به شفاخانه مبلغ پول نقد و این چیزا که ما از جمله همون کسایی بودیم که در اونجا در صحنه بودیم همراه ما همکاری کردن و همچنان همراه از اونا و در آخر تشکری خاص داریم بازم از امیر صاحب چون همیشه زحمت میکشن و امروز هم تونستن یک برنامه موفق برای ما شما ثبت کنن. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. همتون خسته نباشین. ما هم خداحافظی میکنیم. یک لالای دیگه هم تازه به جمع ما پیوست. حتما هم ما را میشناسی یا نه که اینجا آمد استاد چی دیگه؟ استاد نمیشناسم برادر. حالا خب بگو نام ما چی است؟ نام دیگه از تلویزیون اریانا هستی دیگه. برنامه شما تکیه میکنم. برو این میشه هم قبول داریم. خیر بینید. تشکر. این تو یک ذره خنده کو که ببینن که کلگی یک رقم میفهمی که سر رات چی حال است. یکی میگه قیامت شده، دیگه میگه که تشویش است، دیگه میگه این باز زلزله شد. یک کمک تو مردم بفهمه که بی‌غمی هم است. هست ان شاء الله بی‌غمی هست. خوش باشی. بخیر باشه. زنده باشه. خوشحال وقت ما تمام است. خب تشکر میکنم از رفیقا و وطندارای هرات ما. باز هم در آخرم یادآوری میکنم که در این گزارش کم شخطب رویه کردیم که باز خدای ناخواسته چیز دیگه فکر نکنن وطندارای ما. ما هم خواستم که فکر مردم ما کمی دیگه شوه، روانشان خوب نیست، حالت اضطراری است، از خانهایشان برآمدن. همین شهر و بازار هرات در هر جای خیمه زدن و در همین خیمه ها از طرف شب و روز زندگی میکنن. هم ما دعا بکنیم که همین وضعیت اینا هم بهتر شوه، روانشان هم خوب شوه، پس بخیر برن
در کانون گرم خانوادهشان زندگی بکنن. این گزارش ما در اینجا به پایان میرسم. من هنوزم به هرات هستم، منتظر گزارش های دیگه همچنان باشین. اونم رفیقایی که از بیرون از افغانستان هم برای ما زنگ میزنن تشویش دارن، از کابل هم زنگ میزنن تشویش دارن. ما دیگه هر لحظه شما را از شهر هرات، از ولایت زیبای هرات با خبر میسازم. خداحافظ.